سلام به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم یه جای خفن، آلیانس آرنا. به خاطر اینکه خیلی سرده زودی میریم تو. اینم نقششه، بریم ببینیم چطوریه. اینم ورودی موزه است. موزه 12 یورو، آرنا ویو و موزه 19، آرنا تور و موزه 25. خب بریم اول این محوطه رو ببینیم بعد بریم داخل. اینم کلا کاسکته. بریم ببینیم اینجا چی داره. درباره روزای بازی نوشته. اینه برای فوتبال آمریکاییه. این تو پام داره. اینم منم. نوشته که لمس بکنید و جستجو کنید. من یکیشون دست بدم ببینم جواب برق میزنه. وقتی که دست میزنه روی یکیشون چراغش روشن میشه. در همین حد. خب بریم بلیط رو بخریم بریم داخل. 3 Personen. دقیقا. Nächste Flugstart um 12 Uhr. 12 Uhr. Vorher geht nicht. بلیط 25 یورو مال موزه و آرنا تور. بریم اول موزه. چه موتورهای باحالی. ببین این دوچرخه با بزرگ من داشتی. ماکتی که ساختم مال سال 1906. این دوچرخه که گفتم این دوچرخه با بزرگمه مال اون افرادیه که میومدن حالا طرفدار بودن و میومدن تا اینجا از مسافت طولانی رانندگی میکردن، حالا با دوچرخه رانندگی میکردن و تا اینجا میومدن. بعد این دوچرخه ها رو نگه داشتن گذاشتن توی موزهشون. چیز جالبی بود. اینجا یکی نوشته چقدر خوب میشناسین ورزشگاه اف سی بایرن رو، بعد بریم یه تست بدیم ببینیم چه شکلی. خب از اونجایی که من نمیدونم شانسی میزنم درست بود. به به اینو میزنم. اولیمپیا. فکر کنم همه جوابات وسطیه. دیدی همه جواب وسطیه. من یه همیشه اطلاعاتی دارم.
تموم شد. 5 تا سوال هم من پرسید 3 تاشو درست جواب داد. با این که فوتبالی نبودم. اون توپه رو ببین. آدیداسه. این ماکتایی هم که این وسط گذاشته همهشون از قدیم به جدیدن. الان این دیگه فکر می‌کنم جدیدترین نسخه باشه. خیلی خفنه. اینا هم فکر کنم تو هیئت ها مصرف میکنه. از این سنجایی که تو هیئت میزنه. اوه چه خوشگله. اسپکت منچستر. ببینم چی نوشته. این علامت مذهبی نیست احیانا. اینم بازیکناشونه تو سالهای مختلف. ایرانی هم بوده تو اف سی بایرن. بذار اینم ایرانی پیدا میکنم. علی دایی و علی کریمی باید باشن قاعدتا دیگه. ببینم Wir können ja ab 2010. Naja, so ist Frau Abhängig. Ab 2000. یس. بچه شاهانه بگو. اینم علی کریمی. بله اینطوری هست. محمد فرم افسی باید. این فکر هم بازیکنه الان نشونه. اون بالا نوشته بود اکسپل. ببین اینم تیم زنانه. پرچم زنان همیشه بالاه.
اینم کلاه افسی بایه قشنگه. این لگو ماشیناشونه، اتوبوساشونه 30 یورو. بذار ببینم پیرن افسی بایان چنده. خوبه، قشنگه، میاد 100 یورو ناقابل. آره قیمت اینم زده. بریم شروع کنیم. این بلیطمونه. اون آقای تور گایدمونه میخواد بلیطمون رو چک کنه. هالو. خفنه. من اولین بارم میام. حالا اینکه تو ایران نمیذاشتن ما بیایم نمیدونم تاثیر داره یا نه. Bleiben Sie bitte die nächste Stunde bei ihr, verlassen Sie die Gruppe nicht und passen Sie auf Ihre Wertgegenstände auf, lassen Sie nichts liegen. Wäre schade, wenn was verloren geht, denn wir gehen den Weg nicht mehr zurück. Das Wichtigste für Sie zu stehen. Dann zähle ich ganz kurz runter, 3, 2, 1 und Sie rufen ganz laut Tor, so laut es geht. Und dann schauen wir mal, welche Ecke die heute hin. So holen wir vielleicht schon nochmal tief. Los! Und dann geht's los. 3, 2, 1. Ausverkauft ist. گفت بلاشی من یک دوست میگم شما بگوید بگید هو صدا تو من میگرده. اینجا گرم میکنه برای بازی. همه جا قرمزه. لباساشونه. البته این نمایشی اصلیش نیست فکر میکنم. اینم لباس مولاه. توماس مولر. البته تو زبان آلمانی میشه مولا. ایرانی ها میگن مولر. اینجا هم که میخوایم بریم تو زمین و این نیمکت ذخیره. اینم که زمین. Dann eine Frage an Sie, ob Sie gut aufgepasst haben. Wo ist unser Gästeblock in der Allianz Arena? Genau, hier oben. So, dann passen wir mal auf, bei der Nummer 103 steht die Hauptkamera und filmt das Spielfeld aus dieser Perspektive. Merken Sie, worauf ich hinaus will?
Sie werden nie einen Fan der gegnerischen Mannschaft auf der Hauptkamera sehen, weil die sitzen versteckt dort oben in der Ecke. Dann dürfen Sie mir noch mal folgen.